شخصی که فقط با یک استراتژی ساده $10,000 رو به $20 میلیون تبدیل کرد. نیکولاس داروسی کسی بود که کل زندگیش رو به ترید اختصاص داد و با خوندن بیش از 200 کتاب در حوزه ترید بالاخره در سال 1950 تونست استراتژی شخصی خودش رو بسازه. موضوع ترسناک اینه که این استراتژی هنوز کاربرد داره. داروسی باکس تئوری نام این استراتژیه که اینطوری کار میکنه. یک روند سودی قوی چیزیه که اون دنبالش بود و بلافاصله بعد از اون یک دوره تثبیت. اینجاست که جعبه ما ساخته میشه و میتونین بفهمین دلیل نامگذاری این تئوری چی بوده. بعد از دوره تثبیت باید منتظر روند سودی قوی بعدی باشیم که بتونه این دوره تثبیت رو بشکنه. داروسی بیشتر موفقیت خودش رو از همین استراتژی کسب کرد و موضوع اینه که همچنان این استراتژی کار میکنه. این داستان کسی بود که نشون داد چه جوری میشه از $10,000 به $20 میلیون دست پیدا